امروز قراره در مورد سئو صحبت کنیم و اینکه چرا باید سئو رو بلد باشیم. به بهینه‌سازی محتوا برای موتورهای جستجو میگیم سئو. در واقع اگه شما هنگام تولید محتوا یه سری نکات رو رعایت کنید، باعث میشه که از نظر رتبه و جایگاه وضعیت بهتری داشته باشید و محتوای شما به افراد بیشتری نمایش داده بشه. و اما این سئو برای چه افرادی مهمه؟ در واقع تمامی افرادی که تولید محتوا انجام میدن، وبسایت دارن، وبلاگ دارن و کارشون تولید محتواست، باید با سئو آشنایی داشته باشن و مباحث سئو رو تا حدودی بشناسن. افرادی که سئو یاد میگیرن توی دو دسته قرار میگیرن، یا برای نیازهای شخصی خودشونه، یعنی وبلاگ، وبسایت، کانال یوتیوب، پیج اینستاگرام، یا اینکه قراره به عنوان متخصص سئو مشغول به فعالیت بشن. و اما کار افرادی که متخصص سئو چیه؟ افرادی که در زمینه سئو تخصص دارن در واقع با بررسی وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها علت بازدید پایین و فروش کم رو تشخیص میدن و به کارفرما کمک میکنن که بتونه وبسایت و وبلاگ خودش رو به سطح بالاتری برسونه که هم فروش بیشتری داشته باشه و هم بازدیدش بهتر بشه. نکته بعدی که قراره در موردش صحبت کنیم اینه که سئو رو از کجا و چجوری یاد بگیریم. یادگیری سئو بستگی به هدف شما داره. اگه قراره به عنوان تولید کننده محتوا برای وبسایت، وبلاگ یا جای دیگه فعالیت داشته باشین، یادگیری سئو نیاز به تخصص زیادی نداره. در واقع شما با صرف مدت زمان خیلی کمی میتونین به مباحث ابتدایی و اولیه سئو آشنا بشین که دونستن همین نکات باعث میشه که رشد پیج و صفحه شما چند برابر بشه. برای این کار کافیه که با اصطلاحات مربوط به سئو و یه سری الگوریتمایی که خیلی مهمه توی سئو آشنا بشین. و اینکه به عنوان مثال توی هر چند کلمه یه تصویر بذاریم، توی هر صفحه یا توی هر مقاله چه تعداد لینک به سایت‌های دیگه و به مقالات خودمون میتونیم داشته باشیم و موضوعاتی از این دست که با یه سرچ ساده توی گوگل میتونید مقالات و آموزش‌های خیلی خوبی رو پیدا کنید که میتونه به شما به شدت کمک کنه توی رشد پیجتون و افزایش بازدید وبسایتتون. یکی از سایت‌های معروف توی زمینه آموزش سئو سایت وبسیماست که میتونید از اون استفاده کنید. اما برای افرادی که تمایل دارن به صورت حرفه‌ای‌تر به عنوان متخصصین سئو فعالیت کنن، بهتره که یه مدت زمانی رو به کارآموزی اختصاص بدن. به این شکل که شما به مدت زمان 2 تا 3 ماه به عنوان کارآموز توی یکی از شرکت‌ها مشغول به فعالیت میشین و اگر از کار شما راضی باشن به عنوان متخصص سئو استخدام میشین. اما فردی که تخصص سئو داره لزوما نباید جای استخدام بشه، میتونه به صورت فریلنسری کار کنه که وضعیت خیلی خوبی داره. کافیه برای پیدا کردن این شرکت‌ها توی سایت‌های دیوار یا جاب ویژن سرچ بزنید و شرکت‌هایی رو پیدا کنید که به عنوان کارآموز میتونید سئو رو یاد بگیرید. اگه بخوام در مورد تجربه شخصی خودم بگم، تقریبا حدود 3 ماه کارآموزی رفتم. کارآموزی ما به عنوان طراح سایت و وردپرس بود، اما در کنارش با مباحث سئو هم آشنا شدیم. در واقع ما باید به مدت 3 ماه روزانه 4 مقاله منتشر می‌کردیم که مباحث سئو هم باید اونجا رعایت می‌شد. پس به صورت کلی توصیه می‌کنم که اگه تولید کننده محتوایی، سایت فروشگاهی یا محتوایی دارید، حتما مباحث سئو رو یاد بگیرید. نیازی نیست که به عنوان کارآموز فعالیت داشته باشید، همین که آشنایی داشته باشید با مباحث سئو و یه سری الگوریتم ها و قوانین رو بتونید رعایت کنید، خودش باعث میشه که اون پیج شما یا وبسایت شما رشد خیلی خوبی داشته باشه. اما افرادی که قراره به عنوان متخصصین سئو فعالیت کنن، بهتر دوره کارآموزی رو بگذرونن. توی ویدیو بعدی در مورد درآمد خودم از سئو صحبت می‌کنیم و اینکه پروژه‌های سئو به چه شکلی ان و مقایسه می‌کنیم پروژه‌های سئو رو توی داخل کشور و خارج از کشور، توی سایت‌های کاریابی یا فریلنسری و اونجا به صورت کلی با درآمدی که یه سئو کار میتونه داشته باشه، چه حالا مبتدی باشه چه حرفه‌ای، صحبت می‌کنیم. اگه از این محتوا خوشتون اومد و براتون کاربردی بود، ممنون میشم با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارین و لطفاً ما رو دنبال کنید.